سلام، خیلی خوشحالم که دوباره گالری پروانه رو انتخاب کردید و با ما هستید. قدمتون سر چشممون. ما در وسایل مورد نیازمون حلقه داشتیم که بین سایزهای مختلف باید سایز بزرگش رو انتخاب کنید، همین سایزی که دیدید. ابزار مورد استفاده ما انبردست هست، یعنی راحت‌تر با انبردست. منتها من چون می‌خواستم حلقه رو باز کردن حلقه رو به شما آموزش بدم، اول با دست این کار رو انجام دادم تا شما خوب متوجه بشید. باز کردیم حلقه رو، به سمت چپ و راست کشیدیم به این شکل که می‌بینید. حالا مهره ها رو توی هر حلقه باید 2 تا مهره باشه. مهره ها رو می‌ندازیم و بعد حلقه رو همونجوری که باز کردیم دوباره می‌بندیمش. دوباره حلقه بعدی به همون شکل باز می‌کنیم. توی مهره می‌ندازیم و مهره دوم رو اضافه می‌کنیم بهش. و می‌بندیم. به این شکل توی هر حلقه 2 تا مهره است. از حالا به بعد من کار رو با انبردست انجام میدم. اگر انبردست هم دستتون هست راحت‌تر میتونید انجام بدید. در غیر این صورت شما با انگشت ادامه بدید. ما با راحت ترین و دم دست ترین وسایل کار میکنیم، کم خرج ترین وسایل رو استفاده میکنیم، صرفاً به خاطر اینکه بتونیم اوقات فراغت شما رو یک پیشنهادی براش داشته باشیم و همینطور که میبینید وسایلی رو درست میکنیم که مورد نیاز شما ممکنه باشه. این زنجیر رو میتونید برای بند عینک، گردنبند یا حتی دستبند استفاده کنید. بسته به استفاده شکل مهره‌ای که دارید استفاده میکنید میتونید کاربری اون رو مشخص کنید. الان من مهره چوبی استفاده میکنم. فقط در انتخاب مهره، زمانی که دارید مهره‌تون رو انتخاب میکنید باید حواستون باشه سوراخ وسط مهره سوراخ درشتی باشه تا 2 تا حلقه بتونه وسطش رد شه. اگر شما مهره انتخاب کنید که سوراخ ظریفی داشته باشه که اکثر مهره ها هم به همین شکل هستن، کارتون سخته و یا به شکلی غیر ممکن خواهد شد. همطور که میبینید من ادامه کار رو انجام میدم و به این شکل شما یک زنجیر رو با کاربری مد نظر خودتون میتونید تهیه کنید. دوستای عزیزم، من این زنجیر رو برای بند عینک در نظر گرفتم، چون با توجه به شکل مهره ها و سبکی مهره های چوبی برای عینک دودی یا عینک طبی این زنجیر میتونه زنجیر مناسبی باشه. و همینطور که میدونید من این حلقه های لاستیکی عینک رو هم بهش اضافه میکنم. در انتهای ویدیو من قراره که به شما 2-3 مدل قفل رو آموزش بدم. قفلی که شما میتونید اگر مهره های مناسب زنجیر گردن یا زنجیر دست رو انتخاب کردید بتونید ازش به عنوان گردنبند یا دستبند استفاده کنید. ببینید این مهره ها هم مهره های خوبی میتونه باشه برای تهیه گردنبند یا دستبند، بسیار زیبا میشه. همینطور بند آموزش اول ما آموزش حلقه است. همینطور که میبینید ما نیاز به این ابزار داریم که به راحتی بتونه برای ما حلقه ها رو به سایزهای مختلف درست کنه. این ابزار در ابزار فروشی ها و وسایل اگر از شهرهای مختلف احتمالاً
جاهایی رو سراغ دارید که وسایل مخصوص این کار رو میفروشن. ما سیم مخصوص، مفتول مخصوصمون رو که ترجیحاً بهتره شماره 10 به بالا باشه رو استفاده میکنیم. بعد نیاز به سیم چین داریم، انبار دستی که بتونه سیم رو ببره. حلقه که کردیم لابلای حلقه ها رو باز میکنیم و از قسمتی که آخرین لایه مفتول ما قرار گرفته، مفتول بچه از همون قسمت میبریم. به این شکلی که میبینیم هر کدومشون یک حلقه رو تشکیل میدن. شما با همین حلقه ها میتونید زنجیر درست کنید یا میتونید ازشون به عنوان حلقه قفل آخر، همطور که گفتم بهتون آموزش میدم. در انتهای کاربرد این حلقه ها رو خواهید دید. اضافه هاش رو میبرم و به این شکل ما حلقه های بزرگ، کوچیک یا متوسط به سایزی که خودتون دوست دارید تهیه میکنید. این اولین قفل ماست که میخوام بهتون آموزش بدم. همون مفتول شماره 10. اولین دایره بزرگ رو ما میخوایم درست کنیم. بزرگترین قسمت انبار دست رو در نظر میگیریم. حتما دقت کنید سر مفتول باید زیر حلقه بزرگ انبار دست قرار بگیره. به حرکات دست من دقت کنید. الان که میخوام حلقه کوچیک پایین قفل رو درست کنم، ببینید چطوری سیمو گرفتن توی دستم و به این شکل اولین قفلمون رو درست کنیم. با انبار دست سفتش میکنیم. قفل دوممون یه خورده تزئینی تره. این دوتا قفلی که من بهتون آموزش دادم مخصوصا دومیه بیشتر به درد گردنبند و یا دستبند میخوره. به این شکل اول حلقه کوچیک مثل حلقه های آموزشی که اولین حلقه‌ای که بهتون آموزش دادم درست کنید. از حلقه دوم که بزرگتر باید باشه در خلاف جهت حلقه اول میچرخونیمش، صاف و مرتبش میکنیم و حالا حلقه پایینی جهت گرفتن مفتول و انبار دست رو دقت کنید. بسته به سایز حلقه که میخواید درست کنید مفتول و انبار دست رو در دست میگیرید. این گوشش هم صاف میکنیم. باید دهانش بسته باشه تا جایی ممکن. به این شکل. این هم که میبینید حلقه جفتی گفته میشه. حلقه جفتی هم برای دستبند بیشتر استفاده داره. یکیش برای رفتن قفل داخلش استفاده میشه که آخر ویدیو بهتون نشون میدم. یکیش هم شما میتونید آویز ببندید یا چیزی میخواید به دستبند یا گردنبندتون آویز کنید، از اون سوراخ میتونید استفاده کنید. در کل اگر همین کارو نکردید شکل ظاهری زیباتری پیدا میکنه. اینا کارهای خلاقانه هست که خودتون میتونید انجام بدید و از قفل‌های بازاری استفاده نکنید. اگر هم دوست دارید و براتون راحت‌تر اون کار رو انجام بدید. اگر نمیتونید این انبار دست رو تهیه کنید، چون برای ساختن این مدل های مختلف که من بهتون آموزش دادم نیاز هست که این انبار دست رو داشته باشید. به این شکلی که میبینید.
حالا برای نصبش این زنجیر رو شما گردنبند یا دستبند خودتون در نظر بگیرید. اول حلقه های بزرگ انتخاب کردیم رو میزنیم به ابتدا و انتهای زنجیر. یک سر زنجیر رو حلقه جفتی و سر دیگر رو این قفلی که میبینید استفاده میکنیم. به این شکل که میبینید شکل زیبا و خلاقانه‌ای پیدا کرده از بند ما. دوستای عزیزم، برای قفل دوم لازمه که ما حلقه اول رو نگه داریم، حلقه جفتی رو در میاریم و به این شکلی که میبینید قفل رو به دستبند متصل میکنیم و به این شکل که میبینید این قفل استفاده میشه. بسیار خوشحال و خرسندم که گالری پروانه رو برای اوقات فراغت خودتون انتخاب کردید. لطفاً ما رو به دوستاتون معرفی کنید. سابسکرایب یادتون نره، نظراتتون رو برای من کامنت کنید. بسیار خوشحال شدم که همراه من بودید. ما رو در گالری پروانه در اینستاگرام دنبال کنید. روز و روزگار بر شما خوش.